با سلام به شما بیننده عزیز این برنامه. من بارها در نوشته‌ها و گفتارهای مختلفی از جمله در همین گفتارهای به این اشاره کردم که جامعه ایران نیازمند یک رنسانس هست. عامل رنسانس فارسیم، یه مغز باز با یه دید خاصیم. صدام بر باز پس دیگه خوابیدن، یه عمر همتونو دارن تاب میدن. نره جلو زورت خارج شدن، کمی نشستن خار آب میدن. گندش خراشش عمیق‌تر بشه، عفونت زخمات شدیدتر بشه. راه خلاصیت فقط ترکش، بگیر جامو فقط سر بکش. جام شهادت دارم مهارت، بگو موشکم سوختم شهامت. جاری کردم نورو تو درود، دجله و فراتم بعدم یه سرود. دردناکتر از نوایی فلوت، تختر از زهر مار بخور یه قلوب. سرزد از افق صدای من، گوشت با من باشه این ندای قلب. شفیه ببنداش به جای کرد، تو زندان جسم گیرم بزا برم. نخوری گول در سبز با روز خوب فیلم و سمش بوده لاف. فلورانس خاوره میخواد کودتا، تا خوابی همین از همین بوده تا